چند سوال هایی که برادرها فرستادن پاسخی و انتظارن، همین ها را برای شما جواب میگویم. من گفته بودم که همین مکتوب هاتون خواهش داشتم خیلی کوتاه کنید، همون سوالتون نویسید بس است. خیلی بعضی هاش که تا شرح ندهند مقصد معنای همون سوال نمی براید میلش، لیکن همونایش که بعضی وصف میکنین دیگر باور کنید ما اونقدر وصفی که شما میکنین ارزنده اون نیستیم. خدا شما را نگه دارد، خدا شما را همیشه در حفظ امانش نگه دارد. به نام خداوند بخشنده و مهربان. السلام علیکم دامنای محترم. من از بحر خدا از شما همچون شخص پیشوا برای گناه‌های کرده خود مدد می‌طلبم، چون این گناه‌ها را اکثریت جوانان نادانسته می‌کنند، بعد پشیمان می‌شوند. برای همین از شما داملای عزیز، برای شخصانی که چون این گناه کردن می‌کنند یا کردنی هستند مصلحت می‌پرسم. این برادر من مکتوبش خواندم، خیلی یک گناهی بدبختانه را این دادر ما صادر شده است. اکو رحمت پروردگار وسیع‌تر است. بنده وقتی که رجوع به سوی خدا کند الله او را میبخشد. مقصد این جوان دادرای عزیز، من زبان من نمیگردد راستی بار برای شما بیان کنم، زیرا شاید آینده ها صدای مرا بعضی از برادرها اگر گوش اندازن و گویند مقصد این حاجی میرزا در برآمدش این سخنی قبیح استفاده برد، لیکن برای خاطری که اصلاح دیگر جوان ها شود مجبور شدم که این سخن به سمع شما رسانم. اینجا این دادر خیلی آدم ایماندار بود است که بیان کرده است، توبه کرده است و گناهش همین بود است که عائله حلال خود در جایی که خدا امر کرده است استفاده نمی برده است، فقط از جایی که ناجایز است و او را در اصطلاح ما مردم بچه بازی میگویند، لیواطه میگویند، فقط کارش همین بوده است. باری اول بسیار میگوید برای من درست بود، حس میکردم، زیرا که من یک بار از زبان شما شنیده بودم که نسبت لیواطه شما یک برآمدم داشته بودین، لیکن مرا بسیار شیطان وسواس کرد و همین کار را چنگ زدم، لیکن بعدم پشیمانم که شدم، باز این کار این عمل زشت دوام دادن گرفتم. عاقبت روز به خود آمدم و گفتم که روز از روزا اگر جان به حق تسلیم کنم با همین فعل بدی خود با خدای خود روبرو شوم چی جواب میگفته باشم. و امروز داملا توبه کردم و اصلا دیگر به این گناه زشت نزدیک نمیشوم. آیا زن من طلاق شده است یا نشده است؟ البته زن تو طلاق نشده است، لیکن خدا رحمت کند برادرای ما را، داملاهای پیشین که حتی که اگر زن از قسمی پسی او دشنام میدادن میگو زن طلاق شده است. ببین به خاطر چی میگفتن؟ به خاطر که این عمل بسیار عمل بد دیده شده در نزد خداست. ولی با کردنش کو انسان چقدر مرتکب گناه شود، با دشنام دادن انسان در نزد پروردگار در یک گناه کلان چنگ میزند. و این خاطر دادر عزیز و کسانی که اگر خدای نکرده مبتلای این عمل باشند، حتی یک برادرم اون روز به من زنگ زد، جوان بود به خدا قسم، گفت که خواهش دارم همین سوالم برای من جواب گو که هر دو مثال گویم دو رفیق بودند که با یکدیگر این عمل زشت در پنهانی انجام میدادند. داملا چیکار کنیم؟ اگر توبه کنیم از صدق خدا ما را میبخشد یا نمیبخشد؟ از صدق توبه کنیم دادر عزیز، خدا میبخشتان. خداوند این عیبه که هم شرمندگی و دنیا و آخرت است، اگر تو از صدق توبه کنی خداوند روز قیامت این عیب تو را پرده پوش میکنه، برای کسی خبرش نمیدهد، به شرطی که اگر تو از صدق توبه کنی دادر عزیز. این عملها در برادرای عزیز و گرامی نزدیک نشوید. این عملها در کسانی نزدیک میشوند که خدا را نمیشناسند، بر حبیب خدا محبت ندارند، ایمان ندارند، توفیق ندارند. آدم ایماندار و آدم خدا ترس و
آدم مسجدی اگر به این عمل چنگ زند، حساب کنید که عذاب شما 10 چند و 100 چند در پیش خدا است. به نام خداوند بخشنده و مهربان. السلام علیکم برادر عزیز. شیرین سخن حاجی مرزا، من یک مخلص دوست خالصی شما. هر یک سخن و حدیث شما در بین خلق حرف میزنید، به من و 4 دخترم در راه خدا و رسول او تأثیر خود را میرساند و ما حقوق زن بودن خود را در اسلام میفهمیم. هر یک ثبت شما را گوش کرده من از قصه های حضرت عمر خود باشد با خبر شدم و در سیمای شما صورت همین یاری با صفا را میبینم و شاد میگردم که راه حق تعالی را به ما ساده کرده میفهمانید. میخواهم این دوستی ما و شما همچون اپا و دادر ابدی باشد و ما دستی دعا به سوی خدا عزوجل میبرداریم که این آواز شیرین شما تا به فلک رسد، همچون شما در کولاب زمین صف جوانان زیاد شود. سوال دارم دادر عزیز، آیا راست است که خیری دختر بعد سر پدر و مادر قبول نمی شود؟ و ما روشنی اندازید. با سلام، اپای شما اپای زیبا. خیر چه از زن باشد چه از مرد باشد پیشگاه خدا در قبول هستند، زیرا در حدیث پیغمبر خدا تصدقن و اکثرن من الاستغفار، حبیب خدا به زنها مراجعت میکند صدقه کنید و طلب مغفرت به سوی پروردگار زیاد کنید. مقصد اگر شما زنهای با شوهر باشین، هر خیری که از خاندان شوهر میخواهید کنید با اجازت شوهر کنید، انشاءالله ثوابش هم به شوهر تو هم به شما میرسد. اگر به شوهر باشید شما شرایطاتان میرسیدگی باشد، پدرت میگذارد مادرت میگذارد با که ندارد، شما صدقه کنید، صدقه شما را خدا قبول میگرداند. این معنی ندارد که زنی که بی پدر باشد و بی مادر باشد صدقه او قبول نمیشد، نه، بلکه زنی که اگر صاحب عیال باشد و شوهر ندارد لیکن دستی رسان ندارد، خرج کرده و مردم اگر برای روح شوهر صدقه کند، انا این صدقه در پیشگاه خدا هیچ ارزش ندارد، زیرا اون مبلغی که برای دیگرها میکنی برای همون فرزندها تا تربیه فرزند شکم فرزند خودت صرفش کن، انشاءالله پیشگاه خدا در تو اجر پاداش میگیری. السلام علیکم اکای حاجی مرزا، از شما خواهش میکنم با سوالهای زیرین جواب گردانید. نمازهای قضایی گذشته را با سوره خواندن لازم یا اینکه بی سوره اگر 4 رکعته باشد؟ این چنین نماز ویتری واجب. سوره های نمازهای قضایی گذشته را مثل خودش خوانید، همون 4 رکعتش 2 تا به سوره 2 تا بی سوره، 3 رکعته ها را 2 تا به سوره 1 تا بی سوره، چه از ویتری واجب هم که باشد. فقط اینجا در به سوره گفتن زمانی که آدم میگه اگر یادش قضایی دارم، مقصد سال گم کردگی است، وقت گم کردگی است، اینجا بعد خدا رحمت کند صاحب فتاوای خلاصه را میگه که به سوره خوانند، اگر مثال زیاتی هم که خواندن همه وقت نماز نافله به سوره می شود، زیاتی خوان از نافله حساب می شود، این هم در پیشگاه خدا باز گویم که فضیلت و بزرگی این آدم بلند می کند. دوم، هنگام نماز خواندن کلمه بسم الله الرحمن الرحیم در همه سوره ها خوانده می شود یا نه؟ شما می توانید که بسم الله الرحمن الرحیم قبل هر یک سوره فاتحه گویید. پیش از سوره فاتحه را الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم سر کردن بسم الله الرحمن الرحیم گویید و بعد خوانید. پیش از سوره خواندن بسم الله در ما و شما در مذهب ما نیست. سوم، هنگام راه گشتن، کار کردن یا در جایگاه خواب سوره یا صلوات خواندن ممکن است؟ التماس با سوال ما امروز جواب گردانید. بله برادر عزیز، چی در راه باشین، چی سواره باشین، چی پیاده باشین، چی خواب باشین، شما می توانید که آیات های قرآن، صلوات هایی که بر حبیب خدا می فرستین خواندن گیرید، روان کردن گیرید، باب که ندارد. حتی اگر شما
به طهارت هم که باشه شما می توانید که فقط به طهارت قپیدن گوییم با قرآن اجازت نیست. لا یمسه الا المطهرون. مثلا این قرآن کسی میساز کردن نمیتواند تا اگر صاحب طهارت نباشد. لیکن به طهارت شما میتوانید که چیکار کنین؟ آیاتای قرآن خوانین، با زبانتان خوانین. برای وقتتان اگر راه دراز باشد راهاتان کوتاه شود، وقتاتان زیاد باشد وقتتان بیهوده نگذرد. درست است با که ندارد دادار عزیز. در جاگه خوابم که هواتان دراز کرده و همون آیاتای قرآن هم که خوانین درست است. سلام بابای حاجی میرزا، ما راننده در دنغره یک صاحبی زپرف که از شما خواهش کرد که یک دعا کنید بیمار حسن، خدا شفای کامل و شفای عاجل نصیبش گرداند. آمین یا رب العالمین. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم بابای حاجی، التماس با سوال من جواب گویید. محض در بالای جورب جایز است یا جایز نیست؟ ما یک گروه مخلصان شما از شهر قرغان تپه. خداوند همه برادرای مخلصی که امروز از چه قرغان تپه و چه از وحدت و چه از دوشنبه و چه از حصار و اینجا قدم رنجه کردن همراه ما و شما نماز میخوانند، خداوند در قدم هاشون حسنات کتابت کند و همه آرزوها و امیدهاشون خداوند حاصل گرداند. و این مهمانداری که ما بهر برادران میکنیم اگر چنده که راستی بار باور کنین اینا از اون دم بالاتر لایق دارن مهمانداری ما را قبول کنند و خداوند آن پاداش مهمانداری و مهمان نوازی را هم برای ما و هم برای این برادرها نصیب و روزی گرداند. اینجا برادرها از قرغان تپه سوال کردن که مسح بالای جورب جایز است یا نه. من جمعه گذشته برای شما گفته بودم در خطبه که هفته گذشته کاملا من یک هفته در دوشنبه بودم. برادرها معرکه ها داشتن، دعوت کرده بودن، الحمدلله رفته اشتراک کردیم. از آن جمله چندین حضرت ها را من زیارت کردم. از آن جمله گفتم برادر بابای شاه نوردین جان و برادر مولوی محمود جان هم در زیارتشان بودیم که الحال شاگرداشون هم مسجد ما و شما ده هستند. انشاءالله بعد جمعه یگان پاره یک بند از مولود با آوازهای شیرینی خود انشاءالله میخوانند که امشب مهمان ما بودند. در حضور اونها هم بودیم که این داملاها هم شاهد هستند. همگیش به ناجایزی مسح بالای جورب گپ زدند که بالای جورب محض نکشید. میلش اگر چنده که شاید بعضیات اگر یگان ایراد نسبت من گیرید، اون که من دعوای عالمی هم ندارم، من در هیچ جا نگفتم که من عالم هستم داملا هستم. باور که من خاک پای تاجیکستان نمیشم. همه اینا عالم هستند، همه اینا الحمدلله خیلی گویم سیرتای خوب دارن، اخلاقهای خوب دارن. ما یکی از شاگردهای گویم پسترین همین حضرتا به شمار می رویم. این برادرای من خوب میشد که اگر شما داملا محمدی که در قمسنگیر است، حضرت عمرشون 80 هم گذشتند، چند کتاب ها حضرت نویساندند، خیلی علم بلند دارند که برای من چند کتاب ها روان کردند. شما میتونید که دادرای عزیز از آنه که از من این مسئله را سوال میکردین اون قدر نبودم، 60-70 کیلومتر دیگه پیش داملا محمدی میرفتین از خود و حضرت میپرسیدین، این ده باز خوبتر میشد. زیرا اون حضرت من کتابش نگاه کردم، یکی از ایضاح المسائل للغافل و السائل گفتگی کتاب دارد. شما در همین کتابش اگر نظر کنین خود حضرت داملا محمدی هم با ناجایزی مسح بالای جورب رفتن که بالای جورب در محض نکشین گفتن و گفتن 4 شرط تا اگر وجود نداشت. یکی سخین، مقصد با آب رسیدن تر نشود، این مقصد از این همین محصیای ما و شماست. دوم بدون بستن، مقصد به یگان بستن، اگر استادگری کرد مثل که موزه چخیلی که میمانی به یگان داشتن، به یگان تکیه راست می ایستد. سوم گفتن شفاف نباشد، یعنی تنوک نباشد. چهارم گفتن مسافه یا فرسخ یا یا فرسنگ. یا فرسنگ در فرهنگ میگویند که 6 کیلومتر است. اگر همین حرکت داشته باشد همون چیزی شما حضرت گفتن بالای محسبت بالای همون چیزتان محس بکشید. و ایلا گفتن جایز نیست. من این از زبانی داملا محمدی خدا نگهش دارد، چی بابای ایشان، چی برادر مولوی محمود جان،
چی برادر داملا عبدالرحیم قزاقان که با اونا همش من صحبت علایده داشتم، همش بیچاره در همین اتفاق، زیرا اونا هم از پیش خود نمیگویند. شما میتونین که اعلاء السنه که خیلی آدم مشهور در مذهب ما و شما هست، اینا در خانه کتابای فقهیش وجود دارد، میتونید فتوای خلاصه را تماشا کنید. میتوانید ما با علی قاری که در مذهب امام ابو حنیفه است افتخار میکنیم که علی قاری ثقه در حدیث است، عالم برجسته است، کتاب نقایش را تماشا کنید، در نقایش هم به ناجایزی رفته است. و این خاطر من از آنچه که دیدم و آنچه که شنیدم بیرون برآمدن نمیتونم.